تلفنی که پیش ما قرار داره یکی از بلندترین مدل سیریز اس از سامسونگ، گالاکسی S25 اولترا. در حالی که S24 اولترا یکی از بهترین های اندروید محسوب میشه، سوال اینجاست که سامسونگ تا چی حد توانسته یک تلفن بهتر نسبت به نسل قبل بسازه. هارون هستم با بررسی گالاکسی S25 اولترا. ببینیم گالاکسی S25 اولترا تا چی حد بی‌نقص ظاهر میشه. همانند نسل قبل ساخته شده با استفاده از تیتانیوم. در شکل ظاهری تغییرات زیادی دیده نمیشه جز اطراف گرد شده و فریم راست، برخلاف فریم گرد شده و 4 کنج زاویه‌ای نسل قبل. در ضخامت 0.4 میلیمتر باریکتر و در وزن 14 گرم سبکتر نسبت به نسل قبل است. پنل عقب و صفحه تلفن یک محافظت شیشه‌ای داره که به نام کارنینگ گوریلا آرمور 2 یاد میشه. ریتینگ IP68 داره که در مقابل آب، گرد و غبار مقاوم‌تر است. مدل های اولترا با یک قلم به نام اسپن میآید که به خاطر رسامی و نوت گرفتن سهولت ایجاد میکنه. در این مدل از بعضی ویژگی های قلم آن کاسته شده، در حالی که در نسل گذشته از آن من حیث سویچ کامرا، راه اندازی برنامه ها و قفل کردن تلفن از راه دور استفاده صورت میگرفت. صفحه S25 اولترا اندک بزرگتر نسبت به S24 اولترا است و دیگر مشخصات صفحه همانند مدل قبلی است، با اسکرین 6.9 LTP OLED، رزولوشن QHD، رفرش ریت 120 و اگر تکنولوژی LTPO را داشت طبیعی است که متغیر می باشه. سوال اینجاست: با وجود هماندازه بودن با S24 اولترا چطور با صفحه 0.1 اینچ بزرگتر عرضه شد؟ در این مدل لاشیه ها به اندازه 0.1 اینچ نازکتر شده که این باعث میشه صفحه تا 0.1 اینچ بزرگتر داشته باشیم. در آزمایشی که انجام دادیم نور صفحه در حالت عادی تا 784 نیتس بالا رفت و در حالت آتو برایتنس یعنی خودکار با پرتاب نور در سنسور تا 1420 نیتس تثبیت شد. چیزی که بهتر شده نسبت به نسل قبل انعکاس نور در صفحه است. انعکاس در صفحه تا اندازه کاهش یافته. در کل یک صفحه روشن، شفاف، پررنگ و با پشتیبانی HDR10. S25 اولترا اسپیکرهای استریو با بیس قابل قبول داره. یک اسپیکر نزدیک جک چارج و دیگر آن بالای کامره سلفی. فینگرپرینت اولتراسونیک آن زیر اسکرین قرار داشته که هنگام فعال کردن با اثر انگشت عکس العمل فوق العاده سریع داره. امروز سامسونگ تمرکز خاص خود بالای نرم افزار تلفن های هوشمند خود قرار داده. با مقایسه گذشته و حال، بعد از عرضه کردن ون یو آی و بهتر ساختن آن نسل به نسل، فعلا یوزر اکسپریانس یا تجربه کاربری در تلفن های سامسونگ بهتر شده. S25 اولترا با اندروید 15 و محیط کاربری ون یو آی 7 در بازار آمد که نوآوری ها و ویژگی های زیاد نسبت به قبل داره. تغییرات کلی در آیکون ها و سیستم نوتیفیکیشن وارد شده و نظر به گفته سامسونگ S25 اولترا تا 7 سال آینده از لحاظ نرم افزار پشتیبانی میشه و فعلا میتوانید با اندروید 16 و ون یو آی 8.0 استفاده کنید. عصری که قرار داریم عصر ای آی است. فعلا در جهان داغ‌ترین بحث را هوش مصنوعی داره و چطور امکان داره که یک تلفن آخرین مدل سامسونگ نزد ما باشه و درباره ای آی صحبت نکنیم. تلفن‌های نسل گذشته یعنی S23 و S24 فعالیت‌های قابل قبول و عالی در عرصه ای آی انجام میداد، اما بعضی محدودیت‌های خود را با سایر نرم افزارها داشت. ولی S25 اولترا با ویژگی جدید به نام کراس اپ اکشن عرضه شد که دستورات داده شده راجع به ای آی قابل اجرا بالای تمام برنامه‌های ون یو آی و گوگل می باشه. و ویژگی دیگر به نام ای آی سلکت که با انتخاب یک قسمت مشخص از صفحه بعد از پروسس آن دستورات مثل ساختن گیف کوتاه از ویدیوها یا نمایش دادن اطلاعات راجع به انتخاب و سایر دستورات دیگر نظر به انتخاب شما اجرا میکنه. تمام سیریز S، S25، S25 پلاس، S25 اولترا با یک چیپست خاص از کوالکام به نام اسنپ دراگون 8 الیت فور گالاکسی در بازار عرضه شد. در بنچمارک هایی که انجام دادیم تثبیت شد که اسنپ دراگون 8 الیت فور گالاکسی اندک پرسرعت صرف در بخش پردازنده نسبت به اسنپ دراگون 8 الیت می باشه و با سرد کننده بهتر نسبت به نسل قبل. در کل یک چیپست پرسرعت که دستورات را بدون سکتگی انجام میده. S25 اولترا با 12 جی بی رم و حافظه 256 512 یک تی بی عرضه شده که صرف مدل های کوریایی آن گزینه 16 جی بی رم را دارند. S25 اولترا بطری 5000 mAh داره
که چندین نسل است با همین اندازه به بازار می آید. تستی که انجام دادیم با استفاده از ترکیب تماشای ویدیو، انجام بازی های سنگین و تماس عادی تا 14 ساعت 42 دقیقه دوام کرد. شارژ تا 45 وات پشتیبانی میکنه، در حالی که برندهای دیگر تلفن‌های خود را با فاست چارجینگ 120 وات در بازار عرضه میکنه. ولی باز هم چندین نسل است که سامسونگ صرف با 45 وات در بازار عرضه میشه. با استفاده از چارجر معیاری در 30 دقیقه امکان چارج بطری تا 74% و چارج کامل تا 1 ساعت طول میکشه. پشتیبانی چارج گرفتن و چارج کردن بی سیم را هم داره. S25 اولترا مجموعاً 5 کامera داره. یکی آن سلفی و متباقی کامراهای عقب آن می باشه. کامرای واید 200 مگاپیکسل، کامرای تلفوتوی 10 مگاپیکسل با 3x زوم، کامرای تلفوتوی 50 مگاپیکسل با 5x زوم، برخلاف 12 مگاپیکسل که در S24 اولترا بود. کامرای اولترا واید 50 مگاپیکسل و کامرای سلفی 12 مگاپیکسل. در روشنی روز تصاویر با رنگ‌های زنده، جزئیات بالا، عکس‌های شارپ و واقعی تولید می‌کنه. در حالت نور کم با کمک بعض مراحل که در سطح نرم افزاری انجام میشه. در کل عکس گرفته شده با نایز کم و شارپنس بهتر نسبت به S24 اولترا. تصاویری گرفته شده توسط کامرای سلفی، جزئیات خوب، شارپنس قابل قبول و اسکن تون بهتر نسبت به نسل‌های قبل. توانایی ضبط ویدیو با رزولوشن 8K با تمام کامراها جز کامرای سلفی. ویدیو گرفته شده 4K با کامرای اصلی در روشنی روز، رنگ‌های زنده، جزئیات بهتر و نایز اندک. ویدیو گرفته شده 4K با کامرای اصلی در حالت نور کم، جزئیات خوب، نویز بیشتر در مناطق تاریک ویدیو و شارپنس قابل قبول. تمام لنزها اپتیکال ایمیج استابیلایزیشن داره جز لنز اولترا واید. در کل یک تلفن اندک بهتر نسبت به نسل قبل با بعض ویژگی‌های نرم افزاری و هوش مصنوعی برتر که بعداً در نسل‌های گذشته هم اضافه شد. اگر دنبال یک تلفن اندروید پرقدرت و با کامرای عالی هستین، S25 اولترا بهترین گزینه است. و اگر دنبال ارتقا دادن تلفنتان از نسل قبل هستین، پس منتظر گزینه‌های بیشتر و یا نسل جدید گلکسی S باشین.